سارایوو پایتخت بوسنیا را با مناسبت سفر یک روزه پاپ روم زینت دادند. پاپ روم روز 6 ایون از سارایوو بازدید می‌کند. دکان‌های تحفه‌فروشی فروش کلاه و فوتبالکاها و نشان‌های سرسینگی را اوج دادند و در کلیساها پرچم‌های واتیکان را افروختند. پاپ روم در موعظه‌اش در ورزشگاه المپی برای صلح و مکالمه بین دین‌ها دعا خواهد کرد. قرار است برای شنیدن موعظه پاپ تا 50,000 نفر جمع شوند. آخرین رهبر کاتولیک‌های دنیا که به بوسنیا سفر کرد ایوان پاولی دو بود. او سال 1997 از سارایوو و سال 2003 از بانیاروکا بازدید کرده بود. در گرجستان اختیاریان در پی بر اثر آبخیزی غرق شدن دست کم 15 سگ به تازه کردن یک سرپناه خصوصی سگان در شهر تفلیس پرداختند. سبب این آبخیزی بارشات شدید بود. مالک سرپناه یک میلیونر محلی دوستدار حیوانات گفت سیل قبط اول بنا را کاملا خراب کرده است. در این سرپناه حدود 500 سگ، چند خرس و یک شغال نگاه داشته میشد. در اسلام آباد پایتخت پاکستان یک شبکه نوی اتوبوس‌های اکسپرس جمعیتی به کار سر کرد. این شبکه اسلام آباد را با شهر ردیفش راولپیندی می‌پیوندد. این شبکه 500 میلیون دلاری ایستگاه‌های خودش، راه‌ها و پل‌های علاهیده برای حرکت اتوبوس‌های این شبکه را دارد. در رسم افتتاحی آن سروزیر پاکستان نواز شریف شرکت کرد. در بیشکک پایتخت قرقیزستان نخستین المپیاد رقص آسیای مرکزی برگزار شد. اشتراک کنندگان از کشورهای همسایه در نوع‌های گوناگون رقص از جمله رقص ملی، پاپ، هیپ هاپ و سبک بالیوود یعنی رقص هندی سبقت کردند. در سبقت در مجموع حدود 1000 رقاص از 5 تا 25 ساله شرکت داشتند.